پیام جالب با باور نکردنی لطیفه عزیزی برای دوستدارانش در ایام عید. لطیفه عزیزی در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باره است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ نامزدی لطیفه عزیزی در امریکا فاش شده است. لطیفه چرا از هنر موسیقی دوری گزیده؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های خوش صدا، خوشنام و مشهور افغانستان در هنر موسیقی بوده است. لطیفه عزیزی از ولایت زیبای بغلان بزرگ شده شهر پلخمری بوده است. وی در سال 2011 با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع توانست در این پروسه خوب بدرخشد. هرچند لطیفه عزیزی آشنایی به هنر موسیقی نداشته، ولی کارهای هنریش مورد پسند مردم افغانستان قرار می گرفت. لطیفه عزیزی آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و طرفداران هنرش سرود. مانند هزاران افغان دیگر بعد از تحولات رژیمی در کشور وی رهسپار کشور امریکا شد. بعد از رفتنش به کشور امریکا از راه هنر موسیقی دوری گزید. وی اکنون در امریکا مدلینگ می کند. جدیدا لطیفه عزیزی پیام‌های پر از مهر و محبتش را به مناسبت عید سعید فطر برای تمامی دوستداران و طرفدارانش ابراز کرده است. وی مژده نامزد شدنش را در عید سعید فطر برای دوستداران و طرفدارانش ابراز کرده است. لطیفه عزیزی قرار است در فیلم‌های امریکایی نقش کوتاهی بازی کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.